یعنی ضرر کلان است برای انسان که الله رب العالمین نام میتره مقصد کذاب، یعنی دروغگو نوشته کنه در نزد خودش. دیگر ضرری که دروغگویی برای انسان داره برادران بزرگوار من، این ضرری هست که در نزد الله رب العالمین نام شخصیت با دروغگو نوشته میشده است. خیلی گناه بزرگ است. یکمش که به سوی بدی انسان میکشانده است، دویمش که انسان به سوی دوزخ میبرده است، سومش که نام ای در روز قیامت در نزد خداوند نامش به دروغگو نوشته میشده است. حتی در روز قیامت این شخصیت دیگه به شخصیت دروغگو گفته رب العالمین فریاد میکرد است، خطاب میکرد است. به این خاطر از گفتار دروغ برادران عزیز بزرگوار خودداری کنید که دروغگویی مقاله تاجیکی هم داریم، دروغگویی تاریک ایمان است میگویند. ایمان انسان کمرنگ میکنه، ایمان انسان ضعیف میکنه، باوری انسان، حرمت انسان از جامعه دور میکنه گفتار دروغ.